24 ایون در شهر دوشنبه با مقصد پیشگیری از انتقال و پنجشوی بیماری کووید 19 معرکه واکسینه زنی شهروندان از 18 ساله بالا آغاز گردید. وزارت تندرستی در یک اعلان که توسط رسانه‌های دولتی از جمله خاور نشر شد گفت همه شهروندان از 18 ساله بالا که در پایتخت مملکت شهر دوشنبه استقامت میکنند میتوانند برای گرفتن واکسن ضد بیماری کووید 19 به مرکزهای سلامتی محله زیست خویش مراجعت نمایند. وزارت گفت واکسیناسیا یگانه راه امین ماندن از سرایت کرونا ویروس نو کووید 19 می باشد. طبق توصیه متخصصان تنها با گرفتن واکسن هر یک نفر می تواند خود و نزدیکانش را از سرایت کووید 19 امن نگاه دارد. روز 24 ایون یک گروه ژورنالیستان شناخته نیز در دوشنبه خود را از کرونا ویروس ام کردند. با آنها برای امکنی واکسن استرازینیکا، واکسن های خطایی کروناواک و با برخی حتی واکسن روسی سپوتنیک 5 را پیشنهاد کردند. ژورنالیست عبدالرحمن رحمانوف خبر داد که طبیبان روز 24 ایون در مسجد دوشنبه نیز به مردم واکسن ضد کرونا ویروس را پیشنهاد میکردند. مرحله اول معرکه ایمونیزاسیا به ضد بیماری کرونا ویروس میان کارمندان ساحه تندرستی، ساحه معارف و علم و شخصان از 60 ساله بالا 23 مارس سال روان و مرحله دوم آن 25 مای آغاز گردید. ولی بنا به آمارهای آخرین در تاجیکستان همگی بیش از 130,000 نفر 1.4% از جمع اهالی کشور از کرونا ویروس واکسینه گرفتند که این یکی از نتیجه های پایین‌تر در دنیاست. برای مقایسه این رقم در امریکا 51%، در کانادا و اسرائیل و بریتانیا 62%، در روسیه 12% و در ازبکستان 3.6% بوده است. تاجیکستان ماه مارس توسط سازمان‌های جهانی تندرستی از چین 192,000 وایه واکسن استرازینیکا وارد کرد. روز 20 ایون خطای 300,000 واکسن دیگر ضد کرونا ویروس را به تاجیکستان رایگان داد. بنا به اطلاع خالقزاده قرار است روزهای نزدیک قسم دوم واکسن از طریق برنامه کوواکس نیز وارد شود. کوواکس یک برنامه است که مقصدش تامین دسترسی عادلانه همه کشورها از جمله کشورهای فقیر به واکسن ضد کرونا ویروس است. خبرگزاری سپوتنیک خبر داد که روسیه نیز نقشه دارد تا به طور رایگان به تاجیکستان 100,000 وایه واکسن سپوتنیک بدهد.